بله، عرض سلام و درود خدمت تک تک بیننده های چینل تخار پلس. امید میبرم که همه شما در هر گوشه دنیا که هستین از گزند روزگار در همان باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. خب عزیزانم، چند مدتی که ویدیوهای از طبیعت به دست نشر سپاریدم. خب با اندک امکاناتی که داشتم با شما عزیزان شریک ساختم و امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشه، چون ویدیوهایی که به دست نشر میسپارم نه ادیتی است، نه موزیکی داره و نه کدام آرایشی از توسط کامپیوتر. خب به هر حال بازم جهان سپاس از تک تک شما که تا امروز بیننده ما بودین و ما را حمایت کردین و حمایت شما را، بیننده بودن شما را از خداوند آرزو میکنم که همیشه با ما باشین. خب بنده یک چوپان هستم در دیهات کار میکنم و در توانم همی هست، چون طبیعت خودم خوش دارم. این سیازی دارم که اکثریت عزیزایم هم از دیدن طبیعت، از صدای بلبلان، از صدای پرندگان مختلفی که در طبیعت زندگی میکنن لذت ببرن و علاقمندش هستن. امروز بخواستم صدای خدا با شما شریک بسازم، چون در محیطی که زندگی میکنم امکاناتی وسیعی ندارم که تا بتانم ویدیوها را به وجه احسنش تقدیم شما بکنم. خب از توانم هر آن چی که هست نثار شما آرزو میبرم که شما بپذیرین. یک دنیا سپاس از اینکه با ما هستین و از ما حمایت میکنین و توقع دارم از تک تک شما بیننده های عزیز که در گوشه جهان هستین مرا حمایت بکنین و تا بتانم که ویدیوهای بیشتری، ویدیوهای بهتری، ویدیوهایی که شما را هم خرسند بسازه و ازم دیدنش لذت ببرین به دست نشر بسپارم، با شما شریک بسازم. لطفاً مرا حمایت بکنین، چون یک سابسکرایب و یا یک بار مشترک شدن چون وقت شما را بیشتر نمیگیره از 5 ثانیه نهایتاً 10 ثانیه، برای شما چیزی هم نیست، اما برای من یک امید است. توقع دارم که امید مرا شما زنده بسازین. توقع دارم که با یک سابسکرایبتان مرا خرسند و خوشحال بسازین و بتانم که ویدیوهای خوبتری، بیشتری، درستری، هر آنچه که تقاضای عزیزا باشه به دست نشر بسپارم و نیز تصمیم داریم به اندکترین وقت، یعنی به زودترین وقت، ویدیوهایی که از داخل افغانستان به خصوص از ولایت تخار که بلا تشبیه جنت افغانستان هست با شما شریک بسازم. لطفاً مرا همراهی بکنین، مرا کمک بکنین، مرا حمایت بکنین و تبسم به لب‌های زیبای شما آرزوی همیشگیم است. آرزو میکنم که همیشه خوش و خوشحال، خرسند باشین در گوشه جهان که هستین، با خانواده‌تان، با دوستایتان و مرا تنها نگذارین. باز هم تکرار براتان میگم، تکرار به عرض براتان رساندم. به یک سابسکرایبتان برای من یک امید میدین. لطفاً
قربان شما. اوقاتتان خوش، روزتان خوش، شبتان خوش در گوشه جهان که هستین. از دیدن ویدیوهای ما تا با اندکی ویدیوهایی که هست شاید اکثریت اعتراضم بکنه. اعتراضتان، انتقادتان، نظریاتتان بالای دیده و دیده شما درد نبینه. خدا نگهدارتان. اوقاتتان خوش.